من قندیل طایرف، هنرمند جوان. خب از روی برنامه اگر بگیریم، از روی برنامه مکتبی، البته که ما مکتب سینمایی داریم در دانشکده دولتی فرهنگ و صنعت تاجیکستان. یک فاکولته جدا شده است و در آن فاکولته یک شعبه هست با نام مخصوصا در آن مکتب درس میگذارند، یعنی کینه رژیسوری، و در برابر کینه رژیسور بودن با همچون یک مکتب ایجادی هست. هم کینه رژیسور هست در اونجا، هم یعنی نوارگیرنده هست، یعنی اپراتور هست، هم رژیسور تلویزیون هست، هم دراماتورگ هست در اونجا. اما در عموم بدبختانه یعنی این مکتب در سطح لازمه در تاجیکستان نیست. در سطح لازمه که امروز جامعه جهانی، امروز سینمای جهانی رشد میکند، همین چیز در تاجیکستان ما خیلی و خیلی در سطح پست است از روی مکتب ها. با فکر من کارگردانی را هم از کتاب و هم از میدان ثبت باید آموخت، و البته که زیادتر از تجربه و از میدان ثبت. اما میدان ثبت به کتاب نمی شود. فیلم ملی برای من آن چیزی هست که در او منتالیتت، در او یعنی شکلی پیشنهاد، در او مکتب ملی سینمایی تاجیکانه نشان داده شود و این برای من فیلم ملی است. اصلا این باید اون کارگردان هایی که کتاب می نویسند یا اینکه نمی نویسند، مخصوصا کارگردان های مشهور تاجیک، چرا نمی نویسند؟ من فکر میکنم که این را باید خودی اونها جواب گردانند. اما من همچون یک نفر جوان، همچون یک نفری که در همین ساحه نو، یعنی به قولی که از هزار و میلیون ها یکی وارد شدیم، اصلا با اندیشه من امروز در تاجیکستان کارگردانی که مکتب تخصصی خودش در تاجیکستان داشته باشد من نمیبینم، و اون نفر هم از کسی و از چیزی البته آموخته است این ساحه را و از مکتب های بیرونه. یعنی مکتب سینمایی تاجیک نیست و کارگردان های مشهوری که هستند شاید بزرگای اساسی گذاشتند و عین زمان کارگردان پیدا نشده است که برای نسل نو است پیشنهادی نوی همچون یک مکتب سینمایی تاجیک پیشنهاد کرده باشد. شاید همین سبب باشد. یعنی به نظر من همین چیز نیست. به نظر من همین گونه است که همین گونه کارگردان عین زمان در محیط سینمای ملی تاجیک دیده نمی شود. البته که جایزه به کارگردان یا اینکه در عموم به هنرمند تاثیر میرساند برای کار ایجادیش. چگونه تاثیر؟ مسئولیت او را زیاد میکند و
بسیاری هنرمندایی هستند که میگن ما نیاز نداریم به جایزه. این اندیشه من است. البته من نمیتونم اصلا کسی دیگر در این مسئله صحبت کنم، اما چون همه هنرمند وقتی که سوال می‌کنن که آرزوی اساسی شما در این ساحه چی است، میگوید آرزوی اساسی من جایزه اسکار به دست آوردن. پس همه نقشه ها در این برابر کمک میکنند، یعنی همه جایزه ها. و برای جایزه اسکار رسیدن باید از دیگر جایزه ها گذشت و این مسئولیت را شما برای خود زیاد میکنید تا اینکه جایزه اصلا بلندی که در سینمای امروز در دنیا هست، این اسکار وکن، یعنی نصیبتون میکردند. دقیق گفتن نمیتوانم در این موضوع، یعنی وضع سینمای تاجیک در کدام وضع سینمای کدام کشور است دقیق گفتن نمیتوانم، اما تنها یک چیز گفتن میتونم در این مسئله. سینمای تاجیک عین زمان تنها بعد از استقلالیت در حال رشد است و در سطح دولت‌های یعنی نو شروع کرده قرار دارد. اگر که به قول سخت گویم در سطح خیلی دولت‌های پست. این از نگاه من است، یعنی عین زمان تنها نو سینما رشد باید کند، یعنی از امید تنها با ما و شما با جوان ها هست دیگر. خیلی سوال جالب. چرا فیلم دیتکتیوی به نوار نمیگیرند؟ این البته اندیشه من است. من چندین مرتبه در این موضوع خودم اندیشه میکنم که چرا واقعا این گونه است. چون یکم این که ما در تاجیکستان اصلا از روی اهالی و از روی سطح، برای چی من گفتم که سینما خیلی پست است، چون اگر حساب کنیم به انگشت میرسد کارگردان های تاجیک در یک دولتی مشهور، کارگردان های حرفه‌ای البته در نظر دارم، و این در حساب نیستی می رود. ما اگر به حساب میانه از 10 میلیون اهالی تاجیکستان که 1% اگر بگیریم باید هنرمند باشد، یعنی سینمایی باشد، 1% این برابر می شود به 100,000. همین و از 100,000 اگر حرفیت اونها باید 1% باشد، حرفیت اساسیشان، این برابر می شود به 1000 نفر. درست؟ 1% متخصص. اما در تاجیکستان ما متاسفانه 1000 نفر کارگردان نداریم. یعنی سینمای ما برابر از کمترین فایزی اهالی ما درست میگیره در ساحه سینما. این اندیشه من است، یعنی وقتی که کارگردان نیست پس انتخاب نیست. ما 10 نفر نمیتونیم بگیم که سینمای تاجیکی ما پابرجاست. این اندیشه من است. کدام فیلم تاجیکی برای تعلیم جوانان از بعد استقلالیت در نظر دارید؟ خب بعد از استقلالیت ما یکی از شاه گویم هم خطا نمیکنیم، شاه نفری که سینمای ملی را مثلا توانست معرفی کند، روانشان شاد بود، استاد بختیار هستند.
که من حتی وقتی که فیلم های او را تماشا میکنم پشم تنم میخیزد و امروز هم پشم تنم من خیسته ایستاده است. تمام فیلم های بختیار را میتوان برای تعلیم توصیه داد. مخصوصا یکی از فیلم هایی که واقعا هم ارزش خوب دارد این فیلم پدر مهتابی است. ما بجز بختیار نمیتوانم دیگر یگان فیلمی از اون بالاتر در زمان استقلال اندیشه کرده باشم و گفته توانم که همین فیلم ارزنده است. این فیلم پدر مهتابی است برای من. استعدادی کدام هنرمند. در همین موضوع من یک اندیشه خودم دارم. فکر میکنم که ما هنرمندی گالیوودی میگوییم و هنرمندی تاجیک، یعنی هنرمندی تاجیک و هنرمندی گالیوودی. فکر میکنم بین اینها فرقیتی نیست. اونها امکانیتشان زیادتر است و از ما امکانیت کم. اونها فایزشان از یک بالا هست و از ما فایزشان از یک پست و برای همین هم هنرمندان ما امروز خیلی و خیلی احوال خوب ندارند، هم در تئاتر هم در سینما، چون که این شماره کم است. شماره کارگردان در تئاتر، شماره کارگردان در سینما و شماره گروه های ایجادی سینمایی در تمام مثلا تاجیکستان. برای همین هم ما نمیتوانیم یک هنرمند بگوییم که فلان هنرمند ارزش دارد در گالیوود بازی کنه. اصلا بگیریم خیلی هنرمندای پرقوت داریم که خوبتر و بهتر از گالیوود هستند. فیلم انیماسیونی تاجیکی را نام برگیرید. اصلا در سطح طلبات امروزی حتی دولت‌های همسایگی ما من نمی‌بینم یگان فیلم انیماسیونی. شاید گویم نیست هم خطا نمی‌کنیم. از نگاه من البته من اصلا یگان نفر یک چیزی گفتنی نیستم. داستان خودم میگم و حتی اندیشه من از دیگر بیزار قبول کنن بیزار نه. بدبختانه نداریم منقد سینمای امروز. خیلی وقت هستند در سطح مثلا باز هم جوان ها، ما از بزرگا کار نمیگیریم. منقد جوان سینمای امروز پیدا شده ایستاده است، اما خیلی کم نیست. من یک منقد ندیدم که به اندیشش مثلا در دایره یک پیشنهادی که میکند. البته این لازم نیست برای اون منقد که من باید اندیشم با او برابر باشد، اما به نظرم منقد اصیل امروز در تاجیکستان نیست. در دانشکده دولتی فرهنگ و صنعتی که من کار و فعالیت میکنم همچون آموزگار، مخصوصا در ساحه سینما ما میگیریم،
من راستی از تاجیکستان بیرون به دیگر دولت ها نظر نکردم باره به مکتب هایش. یعنی طریق اینترنت تنها دیدیم اما از نزدیک شناسایی پیدا نکردیم. اما از روی کار و فعالیت باشد اصلا بگیریم در دانشکده صنعت همگی این مکتب طفلی را میموند که نو 3 سال و 4 سال دارد، یعنی خیلی جوان است و متاسفانه در سطح نه آنقدر خوب قرار دارد. این مشکلی از همه مهم و اساسش چی است؟ به نظر من یکی از مشکلی های اساسی این تأمین نکردن آموزگار حرفه‌ای. و من باری هم در چندین جمعیت‌هایی که همراه دوستان و رفیقان میشینیم و همین گونه بحث میشد، من برای اونها میگویم که بار خواهشاً و امروز هم میگویم که خواهشاً اون نفرایی که میخواهد که یعنی سینمای تاجیک رشد کند، اون نفرایی که میخواهد که اون فرزندان مردمی که در ساحه سینما میخواهند قدم مانند و میخواهد که کمی هم باشد اونها در راه درست باشند، پس کمی هم باشد باید یک مقدار معین، یک سالهای معین گذشت کنیم از معاش خوب و تأمین عائلوی که ما از اون معاش یعنی زندگیمون خوب شود. از این اگر ما گذشت کنیم و حرفه‌های اساسی جلب شوند برای تربیت نسل نورست و شاید که در این معاش خرد تأمین یعنی تعلیم بدهند به آنها و توانسته باشند که بعد از چند سال هم معاش آموزگار بلند شود در این ساحه و هم جوانهایی که در قد کوچه میمونند بعد از 4 سال اونها نیز به جای کار و به یک دنیای خود یعنی وارد شوند. این از ما وابسته است و ما مراجعت به جوانها میکنیم. تنها اونهایی که نه قدم میزنند البته اونها میتونند کمک کنند. استادانی که در این ساحه سرسفید کردند اونها میتونند وارد شوند به اینها. اما متاسفانه ما با استادا کار نداریم، اما جوانها را من طلب میکنم فقط از قبیل اونهایی که 10 ساله اخیر کار میکنند در این ساحه و چیزی رو فهمیدند از کسی و از کجای و از بعضی مثلا کدام کشوره، اونها باید کمی هم یعنی ما 5 سال آینده اگر که قربان کنیم خودمون در این ساحه سینما در دانشکده البته شاید که ما عوض شود ساحه سینما، وگرنه خیلی احوال خوب ندارن بچهای ما. یعنی اون فرزند 3 ساله که ما منتظر هستیم که از اون میوه شیرین میگیریم، منتظر هستیم که از اون جایزه اسکار میگیریم، این گونه فرزند عین زمان خیلی و خیلی کم است در دانشکده دولتی فرهنگ و صنعت، چون که نفری نیست که به این راه آنها را هدایت کند. یکی از چیزهای دیگری که در این میلنگ ما مکتب ما میلنگد این البته نداشتن کتاب‌های خود همون حرفه‌ایتی که مثلا ما می‌خواهیم، نداشتن کتاب‌های متخصص‌های دنیایی، مکتب‌های دنیایی، البته با زبان تاجیکی. میزنی اینترنت با زبان روسی هست، انگلیسی هست، اما با زبان تاجیکی برای ما لازم است که اون باز گفتنم شرط و ضرور است که لااقل یک نفر از اتفاق سینماگران از اتفاق نویسندگان میشنود، شاید یک توجه به خودش بگیرد یا توجه مثلا مسئولیت احساس کند و شاید رفته یکی از همون کتاب ها را ننویسند، ترجمه کنند، پیشنهادی خواننده ها کنند. نیست، نه از قسمت کارگردانی، نه از قسمت فیلم نمونویسی، نه از قسمت بنوارگیری، نه از قسمت مونتاژ، نه از قسمت نورپردازی و از قسمت گریم و لباس و اینهایش را دیگر نام نمیگیریم. یعنی از همه چیزی اساسیه که اونها میخوانند کارگردانی است، ما کتاب نداریم در این ساحه. چگونه میتوان انتظار شد که جوانی ما آینده درخشان دارد، سینمای ما آینده درخشان دارد، در حالتی که ما چیزی بازه نداریم، چیزی در یعنی نان نمیتیم، آب نمیتیم و ما میخواهیم که این میوه ما آینده در بازار گذرا باشد و یکی از میوه های بهترین باشد. نمیشود این خیلی.
و یکی از چیزهای مشکلی دیگر بین ما این است از دانشکده و با دیگر کارگاه ها و مشکل خود دانشجو این است که من همگی خودم هم یک آموزگار جوان هستم. من تا 1 سال تجربه کاری دارم در دانشکده و این سال دوم است که فعالیت میکنم و در برابر این یک قسم فعالیت من در قسمت کارگردانی است، مثلا نوار برداری و دیگر یعنی قسمت سینمایی البته و بعضی دیگر چیزا من با دیگر یعنی شاگردان درس میدیم که از قبیل فرهنگ شناسی و از قبیل مثلا منیجمنت توریسم و از قبیل دیگر و دیگر. اما یک قسمت به ساحه سینما مثلا صرف میکنم. اصلا مشکلی اساسی ما این است که 4م کورس بچه است تا حال در تاجیک فیلم نمیداند. 4م کورس بچه است کارگردان تلویزیون است تا حال نمیداند که تلویزیون در کجا است. البته هست در بینشان بعضی ها میدانند، اما برای من مهم است که زیاده از 50-60% باید داند، اما بدبختانه زیاده از 10-20% میدانند. این در حالی است که یعنی خلاصا نمیدانند. برای همین و همکاری ها نیست. از این برمیاد که مشکلی های ما هم هست، چون ما گفته تمام اون نفرانی که مسئولیت دارند که باید اینها رو یعنی حل و فصل کنند، از قبیل رهبریت مؤسسه دولتی تاجیک فیلم، از قبیل رهبریت کمیته تلویزیون و رادیو، از قبیل خودی رهبریت دانشکده دولتی فرهنگ و صنعت تاجیکستان، از اینها وابستگی دارد که در دایره همکاری توانسته باشند شرایط مهیا کنند. وقتی که من یک دانشجوی 4م کورس رو به میدان ثبت بردم که این میدان ثبت فیلمی حرفه‌ای مؤسسه دولتی تاجیک فیلم نبود، اما در دایره بچه‌هایی که مثلا یک تا جای حرفه‌ایت کار میکنه بردم و حیران شدم. گفتم معلم یکم بار این چیز دیدیم 4م کورس بعد چند ماه تمام میکنند و یکم بار میدانی ثبت میبینند. چگونه احساس میکنید؟ این خوشبختانه از همین سال رهبریت تاجیک فیلم و رهبریت دانشکده به یک خلاصه آمدند، اما این تکمیل میخواهد. این میخواهد که باز هم زیادتر همکاری شود. این خیلی سست است اما هست. این باید زیاد شود. این باز هم پیشنهادی من است. من البته برای رشد سینمای تاجیک هر کاری که میکنم در دایره مقصد و مرام اساسی من همین است که سینمای تاجیک رشد کنم. هر کاری که میکنم. من مثال بسیاری ها علاقه میدونند که من در رادیو کار میکنم، من در دانشکده درس میدم بازم به خاطر رشد سینما در رادیو کار میکنم، به خاطر البته که کار کرده باشیم که ما توانسته باشیم قسمت نفرایی که سینمایی هستند و یعنی میخوایم کمک کنیم از قسمت رکلاموی و تبلیغ البته و هر چیزی که میخواهم، یعنی هر چیزی که اگر من کمک کرده توانم به کدام راه واسطه نباشد کمکم رو میرسانم. اما من نمیتوانم گفتن که من در ساحه سینما یک کار بزرگی را انجام دادم. تا حاضر این چیز میسر من نشده است. فقط حرکت، کوشش، تلاش هست و من باوری کامل دارم که این تلاش، این کوشش، این حرکت روز ثمر میارد و تا جای البته خیلی دیر شده است برای جوانای ما، مخصوصا برای من خیلی دیر شده است که باید این سکارست، این چی میگن، این تمپی که ما این زمان داریم 2 چند و 3 چند و 10 چند شود تا اینکه ما باز هم توانسته باشیم خودمون رو نجات دهیم، سینمایمون رو نجات دهیم و برای ما
ягона чиз намерасад дастаҷамъӣ. мо дастаҷамъ мешавем, чун синемо кори гурӯҳӣ аст ва дар дастаҷамъӣ албатта саҳми бузургомон хеле ва хеле муҳим аст. бузурго бояд кӯмак кунанд, роҳбаладӣ кунанд ва ҷавоно бошад кор кунанд ва фаъолияти корияшонро пешниҳод кунанд ва дар ин ҳолат мо метавонем синеморо дар як сатҳи хуб пешниҳоди мардум кунем. вагарна боз ҳам баъди 10 соли дигар вомехӯрем ҳамин аҳвол аст. албатта танҳо як андешаи ман. тамом. мутаассифона дар ҷумлаҳои охири мо ба як ҷумла тамошавӣ надорад, чун вақте ки мехоҳӣ чизи дилатро бигӯӣ ба касе ва орзуе ки мехоҳӣ амалӣ шавад, ин ба як ҷумла яъне ҷамъбаст намешавад. аммо дар шакли кӯтоҳ метавон гуфт ки биёед якҷо шавем. биёед якҷо шавем, тамом. чун мо дар якҷоягӣ метавонем синемои миллиро на танҳо дар осиё, на танҳо дар сатҳи тоҷикистон, балки дар сатҳи дунё метавонем баланд бардорем. ва барои ин албатта дастгирии бузургон ва дастаҷамъии ҷавонон лозим аст. бояд синемо рушд кунад. махсусан синемои тоҷик бояд рушд кунад. боқӣ саломат бошед.